سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو خیلی کوتاه می‌خوام در مورد مسیر انتقال پیام توی شبکه LTE صحبت کنم. خیلی کوتاه می‌خوام توضیح بدم و تو ویدیو بعدی توضیح هر لایه شبکه رو هم می‌ذارم. تو این مثال می‌خوایم ببینیم که وقتی باب و آلیس از شبکه LTE دارن استفاده می‌کنن و باب مثلا توی نرم افزاری مثل تلگرام یا واتساپ می‌خواد به آلیس پیام بده، اون مسیجش یا اون فایلش از چه لایه‌ای عبور می‌کنه. ببینیم. باب رو اینجا تصویر می‌بینید، یه گوشی داره، اصطلاحاً تو شبکه موبایل بهش میگیم UI یا یوزر اکویپمنت. حالا توضیحات تکنیکش رو بعداً بهش میگم. چرا بهش میگیم یوزر اکویپمنت؟ وقتی که مسیج رو از یوزر اکویپمنت دکمه سنت رو میزنه، باب از این لایه‌ها عبور می‌کنه. داخل خود گوشی میاد از لایه اپلیکیشن شروع می‌کنه، بعد از اون لایه به سمت PDCP میره، از لایه PDCP به لایه RLC میره، از لایه RLC به مک و از مک به فیزیکال نتورک میره، جایی که میتونه به دنیای بیرون وصل بشه. از لایه فیزیکال باید به سمت اون دکل BTC یا اصطلاحاً توی شبکه موبایل LTE بهش میگیم اینود بی. به این حالا یکی از کریرهای این نود بی یا یک سکتور این نود بی باید پیغام منتقل بشه و برای اینکه به سمت این نود بره باید از یک سری لایه‌ها عبور کنه، مثل همین لایه فیزیکال مک RLC PDCP. همین مسیر رو باید طی کنه. از لایه فیزیکال UI به سمت فیزیکال اینود بی میره، از فیزیکال اینود بی به سمت مک اینود بی میره، از مک به RLC، از RLC به PDCP حرکت. و اینجا لایه اپلیکیشن نداره چون که یوزری اینجا نیست. حالا اینود بی نیاز داره که این پیغام رو به سمت اینود بی که نزدیک آلیس هست منتقل کنه. آلیس اینجا تصویر. اول باید به کور شبکه بره، به اون لایه مرکزی شبکه منتقل بشه پیغام. به چه شکل؟ از سمت PDCP به SGW کور منتقل میشه، از SGW به سمت PGW میره و از PGW به سمت اینود بی بعدی میره که اینجا به لایه PDCP متصل میشه و همون مسیری که PDCP RLC مک فیزیکال بود اینجا طی میشه. PDCP به RLC، از RLC به مک، از مک به فیزیکال، PDCP RLC مک اینجا اپلیکیشن هایی شکل گفتم چه چیز جان، و از فیزیکال اینود بی به سمت فیزیکال آلیس یا UI آلیس پیغام منتقل میشه و این لایه ها از فیزیکال به مک، از مک به RLC، از RLC به PDCP و از PDCP به اپلیکیشن لیر UI آلیس میره. این بود تمام مسیری که یک مسیج، فایل یا استیکر یا هر چیزی که میخواید تو شبکه بفرستید، این مسیری که بین دو تا گوشی طی میشه. تو ویدیو بعدی هم هر کدوم از این لایه‌ها رو توضیح خواهم داد. مرسی که تا اینجا نگاه کردید. مرسی.